من مینیسکیم آسیبی رو ولی کامل پاره ده. کامل پاره olsa aslında eğlenmez. متاسفانه دارم میرم فیلم. چه کردید آقای ماهرپور؟ تعمیرات ما به شما امید بستیم و یه ایران چشمشون وزنای 500 کیلویی بالاخره هم که جور هر تو آبوز کنم جور دوستان کش بیاری دستیم بشم من ماژیک بیار حالا بسته شد. ببینید برای پایی با این حد شما میتونید از ارتضا آماده استفاده کنید؟ نه، حتما باید برای خودشون طراحی بشه. حالا این وزنهای سنگینی که زدم به مرور یک ذره دفرمیتی ایجاد کرده. خب همونطور که همیشه گفتیم هیچ وقت اول بریم سراغ جراحی، چون حالا این کار جراحی کنیم دیگه خبری از وزنهای 500 کیلویی و اینا نیست. اینا باید حتما پای خودش رو سیف کنیم تا بتونه که تمرینات خودش رو ادامه بده که باز دوباره بتونه برای ما مقام بیاره. این پاچه ها میشه داخلش. این از اون کفی هایی که خیلی نازک هستن به درد تو نمیاد، فشار اصلاحی رو پای تو وارد نمیکنه. اینو بنداش باز کن یه ذره. به این بنده جلوش کشیدیم. خب ببینیم خب خرجت نمی کنه؟ نه این یه طرفش بزرگیه، اون نه بالا یه ذره لطرال بیشتر در بیار بدشون بدن. ماشاءالله مرد روزا و کارهای سختی تا یعنی هرچی خود آقای دکتر میگه سخته شما میگه نه خوبه. ببین سمت سری شکلی این بر کلن و بالاتر بشه. حالا رفته این فشار باید بیشتر میکنیم. روز اول فشارش بیشتر میکردیم یه ذره تحملش باید سخت میشد. حالا هر سری که میای اینجا چند میلیمتر بهش اضافه میکنیم. از اون بر کم میکنیم به این بر اضافه میکنیم. قربانتون.